سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین ویدیو. من رضا مجید گیم کلابه. آقا بعد از این قولو من بهتون دادم و فکر دیگه من میگم دیگه مهمترین ویدیو چنل من کریر پرسپولیس. اصلا خیلی عجیبه، واقعا دنیا عجیبه واقعا شهر عجیبیه. صندلی من گرفت. آقا برو بریم بیایم بهتون نشون بدم. آقا رفتیم نگاه فیس همه علی بیرو ریگی مسعود وای. خب همه فیس همه ساخته شده جانم. آقا این پارت ما بازی نمیذاریم بهتون بگم، فقط نقل و انتقالات پرسپولیس که آره دیگه، فقط نقل و انتقالات پرسپولیس که من چند تا بازیکن در نظر دارم. پس برو بریم بیایم. حاجی من به چند نفر همه کسایی که پیشنهاد دادن اومدن و پرسپولیس با همین خریدا قهرمان شد. چون میدونم این خریدایی که کردم قهرمانی رو میاره. حالا شما بگید این دیگه نه که بقیه‌اش چیه؟ اگه بازیکنی میخواید بخرم بگید. حاجی اول بگید کیو خریدم. وای ترابی میاد سمت راست بازی میکنه، با اینکه ما با ترابی حال نمیکنیم، ولی خب حالا بعضی دیگه. آها اکرم عفیف رو خریدم، یک آدم حرومزاده. کنانی زادگان بچه حال نمیکنم اینو بهتون بگم، چون آدم واقعا لاشخوریه. حال نمیکنم با کنانی زادگان. پس آقا جان ما نمیخوایمش. و به ایرانی آوردم حال کنیم. سعید عزت اللهی جانم اینجا میاد هافک و واسمون جمع میکنه. نگاه کن تیم چقدر رو به بالا خوب. نگاه حاجی بده برم جا کنانی زادگان یکی رو بیارم. باشید حاجی حزوابی هم از الصد آوردم. خدافظ کنانی زادگان، برو گم شو، اصلا من با حال نمی کنم. بچه ها فقط میمونه این یک دونه بازی کن، یک نفر ها فرقی نمیکنه. کاپتان باید های سروش باشه، فرقی نمیکنه کی باشه، فقط باید چیزی نمیدونم تعویزی هم اگه خواستید بهم بگید. مثلا من تعویز چیز یاد قوی نی یا تعویز پرسپولیس تعویزیاش یک دو تا هم بهم تعویزی بگید میخرم. آره دو تا تعویزی میخوام وگرنه ترکیب اوکیه. یاسین سرمان آها حواسم نبود، اوکی نیست. علی نعمتی رو باید یکی جاش بخرم چون سطحش هم پایینه. دفاع راستم شاید رامین رضاییان آوردم، نمیدونم چرا، ولی خب عشق من این هنوز دیگه بحث نقل و انتقالات بود. پارت بعدی شما تو کامنت ها بگید کیا رو بخرم، باز نقل و انتقالات داریم، بازی هم میکنیم، ولی پارت بعدی دیگه. پس عشق من لایک کامنت سابسکرایب بتونه و تا ویدیو دیگه let's do it.